توی این ویدیو میخوایم در مورد نات پیکسل صحبت کنیم. خیلی ها پیام میدید که دیگه امتیاز ما 12 نمیشه با هر کلیک روی پیکسل، یا بعضیا میگن که امتیازمون 0 میشه. یه سری بخش هایی رو جدیدن اضافه کرده که در مورد همش با هم صحبت میکنیم. بریم سراغ آموزش. سلام زنگ دانشی، امیر صالح هستم. اگر چنل رو ساب ندارید حتما دنبال کنید، روی زنگوله هم بزنید که از ویدیوهای جدید زودتر با خبر بشید. خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید. خب در مورد این که ما با رنگ کردن هر پیکسل یک امتیاز بگیریم، اول بهتون بگم که شما از این الگوهایی که سمت چپ هست، یه الگویی که همه دارن و یه الگویی که از مثبت میتونی بیای تو بخش کاتالوگ خودت انتخاب بکنی. مثلا فرض کنید که من این رو انتخاب میکنم، سلکت تمپلیت میزنم و میام این تمپلیت رو انتخاب میکنم. با رنگ کردن این، حالا اگر این رو این وسط بذاریم، شما امتیاز میگیری. اینا مثلا باید همه نارنجی بشه، اونایی که نارنجی نیست رو شما میای نارنجی میکنی. یکم زومش میکنی، مثلا الان اینو ما میتونیم نارنجی کنیم، اینو نارنجی کنیم، ولی دیگه 12 امتیاز خبری نیست. 4 امتیاز میگیریم و اون مثبت 8 امتیاز کلا حذف شد. اگر همه این گزینه های بوست رو شما مکس کرده بودی، قبلا 12 امتیاز میگرفتی، الان شما فقط میتونی 4 امتیاز بگیری. این برای همه پلیر هاست، پس مشکلی از سمت شما نیست. اون 8 امتیازه حذف شد و شما میتونی بیای اینا رو رنگ کنی و 4 امتیازت رو بگیری. حالا در مورد 2 تا بخشی که شاپ بازی هست و شما باید پول خرج کنی. اگر به نات پیکسل اعتماد داری و چون پروژه نات کوینه و میشه یه جورایی به لیست شدنش امید داشت، این بخشی که آورده و 24 روزه و شما هر روز با 0.1 تن میتونی یکی از اینا رو بخری، به نظرم بخش خوبیه. توی دسکتاپ امکان پذیره، پس شما روی این 3 خط میزنی، میری توی بخش دسکتاپ ورژن و کافیه که کیف پولت رو وصل کنی توی این بخش. کانکت یور والت داره که کیف پولت رو که وصل کردی، هر بار میای اینجا کیف پولت باز میشه و این رو به سمت راست میکشی و 0.1 تن از شما کم میشه. وقتی که این اتفاق افتاد، اینجا میزنه ساکسس و شما توی بازی اگر این بازی رو رفرش کنی، اون چیزی که خریدی برات اضافه میشه. الان مثلا برای من 4 تا به ظرفیتم اضافه شد، یعنی ظرفیتم مثلا بود 24، بعد شد 28 و بعد شد 32. و حالا دینامیت که مثلا یک فضای 3 پیکسل در 3 پیکسل رو رنگ میکنه و امتیازهای خوبی میتونی بگیری و ارزشمندم هستن. قیمتها خیلی نسبت به این قیمتهایی که توی شاپ هستن ارزون ترن. و همچنین اگر بخوای سریعتر پیشرفت کنی و توی بخش شاپ هم خرید کنی، از این پک ها استفاده کنید. این پک ها نسبت به اینا خیلی ارزون ترن و لیمیتد هستن و ممکنه که به زودی حذف بشن. و نکته ای که وجود داره اینه که شما اینجا باید استار پرداخت کنید، ولی باز هم توی همون دسکتاپ ورژن اگر برید اینجا تن باید پرداخت کنید. هم ارزون تره، هم این که تن رو خیلی ها دارن و درسته که میشه از سایت فرگمنت استار خرید، ولی به واسطه این بازی ها تن رو خیلی ها تو تن کیپرشون دارن و میتونن از اینجا با تن خرید کنن. این نکته ای که در مورد خریدها بود. پس اگه میخواین پولی خرج کنید، پیشنهاد میکنم که حداقل این بخش دیلیش رو برید و جایزه هاش رو بگیرید، تبدیلش کنید به امتیاز، میصرفه. و اینکه یک بخش سکرتی اومده که اینجا باید یه سری کدهای مخفی بزنید که مربوط میشه به کانال ناتگوست که ما در موردش صحبت کرده بودیم توی ویدیو قبلی، ولی فعلا هیچ کسی نتونسته، چون ظرفیتش 2 تا 10,000 تایی یکیه که هنوز رو 0، یعنی هیچ کس نتونسته کدش رو متوجه بشه. خلاصه اگه خبری بشه ما تو کانالمون اطلاع رسانی میکنیم. فعلا این اتفاقاتیه که در مورد نات پیکسل افتاده. خیلی ها میگن که مثلا
16 روز دیگه ممکنه لیست بشه. من بعید میدونم، چون مثلا یک تسک 24 روزه آورده، میگن این 24 روز تموم بشه لیست میشه. من چنین امیدهایی رو نمیدم که بعدا اتفاق نیفتاد ملت ناراحت نشن. خلاصه خود کانال رسمیش اصلا در مورد اینکه 24 روز دیگه لیست میشه حرفی نزده و این ادعاییه که بعضیا انجام میدن و کلا هم توی هر ایردراپی اگر شما تراکنش داشته باشی توکن بیشتری نصیبت میشه تا اینکه هیچ تراکنشی انجام ندی و فقط بازی کنی و انتظار داشته باشی که در نهایت توکن خیلی زیادی هم نصیبت بشه. و یه خوبی که این ایردراپ نسبت به ایردراپ های دیگه داره، مثلا کسایی که فرند دعوت میکنن به ازای هر دعوت فرندشون 8 تا پیکسل جایزه میگیرن و شما با رنگ کردن 2 تا از اینا میتونی 8 پیکسل رو بگیری. یعنی اونطوری نیست که مثلا یک نفری که فرند دعوت میکنه بخش عظیمی از توکن رو دریافت کنه. مثل خیلی از ایردراپ هایی که لیست شدن بیشترش مال کسایی بود که فرند دعوت میکردن و بخش کوچیکی برای جامعه یوزرهای عادی بود. اینجا کسی که بیشتر بازی میکنه و بیشتر وقت میذاره امتیاز پیکسلی بیشتری به دست میاره و در نهایت توکن بیشتری هم دریافت میکنه و یک جورای عادلانه است. یعنی هر کی بیشتر وقت گذاشت و تراکنش انجام داد در نهایت میتونه توکن بیشتری رو هم دریافت کنه. این رو حتما جدی بگیرید. اگر میخواید در مورد نات پیکسل پولی خرج کنید، اگر سوالی داشتید حتما تو بخش کامنت ها بپرسید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید. تا آموزش های بعد، خدا نگهدار.